ولی انقدر این داماش عجیب و غریبه آدم واقعا همیشه امیدواره. یعنی این دلیل این امیدوارن واقعا چیزی جز هوادار نیست. ولی فکر کنین یه روزی این مجموعه متروکه لامپسازی تبدیل به استادیوم بشه. حتی پارک جنگل. داداش بازی رو میبریم قطعاً و بالاخره اومدیم. میتر کنیم. بالاخره اومدیم. داداش میتر کنیم. این بازی رو میبریم. من میگم 2-0 میبریم. 2-0. یه 2 تا کنار گذاشتیم برای تیم حریف. امروز اولین بازی زیر نظر مالکیت جدید آقای نعیمی پور بالاخره بعد کش و قوس‌های فراوان بعد از کلی دبه کردن مسخره بازی داره گفتن این داستان ختم به خیر شد. حالا حداقل چیزی که الان میتونیم بگیم هیچ وقت البته چیزی رو توی فوتبال ایران نمیشه گفت قطعیه. 2 روز دیگه دیدین اصلا اتفاق دیگه افتاد ولی فعلا انگار همه چیز داره درست میشه. باید ببینیم که مدیریت جدید چه عملکردی خواهد داشت و به عبارتی فصل از الان برای داماش استارت. یه زمان اینجا سکو بود، جایگاه اچ بود، جایگاه اس بود و دیگر چیزا و خاطرات زیاد اینجا بود. الان یه مشت بوته و علف و سنگ و هیچ نشانه ای از درست شدن هم توش نیست. اگه همه چیز درست پیش بره احتمالاً به زودی اینجا جایگاه بانوانمون میشه. حتی بهترش اینه که روزی برسه که اصلا نیاز نباشه مرد و زن جدا اصلا بشینن، ولی خب تا اون روز ما هنوز راه زیاد داریم. نظرتون سنگ گوش ماهی وسط رشت داخل استادیوم چی میکنه؟ اگه شما فهمیدین به منم بگید. سلام. آقا بوشه‌ای؟ علیرضا بعدرضا با هم خود بارش ممنون علیرضا. آیا هاشمیه؟ آیا هاشمی؟ امروز ما سیامک نیست نمیبریم. سیامک رو بالاخره اومدی پایین دوباره. دیگه نمیخوای کارو گزارش بکنی؟ نه دیگه ما گذاشتیم بالا کی هست؟ عادت داشتیم تو رو با دورچی مقایسه کنیم. چجوری؟ آقا دوربین میگیریم. من چجوری از این رسیدگی گزارش کردیم؟ محمد آبکار کجایی بجو؟ آبکار
میگه چطوری از تبل رسیدی به اینجا؟ چه خبر؟ هاشمی آقا چه خبر که از دورچی بودن دست برداشتی؟ آره من امروز اومدم پایین و من دارم قدم بسازم. اون دفعه که پایین بودم بازی رو از اینا بود دیگه. اول مس بازی مس بود بالا بود. لباس بایرن هم پوشیدی؟ آره با لباس بایرن اومدم گالا رو 3-1 تو ترکیه زدیم. آفرین. بایمونی خود بغل گوشمون پول نشدیم بریم. واسه مملکت خبرنگار مملکت. چی سگ زندگی ها؟ واقعا آخرین بار که پایین بودم مس بود دیگه نبردیم. امروز هم حس می‌کنم میبریم. خدای پاس. اینجا سخته ولی میبریم. بیا اینی کی ببین. بچه‌های تهران هست. چرا اومده الان؟ بچه تهران ها اومدن. اصلا میره وسط بازیکن‌ها. هر بازی ناظر فکر می‌کنه ما 12 نفریم. ولی با کاور سر. دیگه نمیشه دیگه این نمونه اون یار 12 دیگه. خسته کردم ما رو. یک نمیشه. آی بابی هم که یه دونه کاور 4x لارج نداره. آقا یه فوتبال با پاسخگو باشه. بگو یه دونه بند به من و تو بدم برای کارت. این چیه؟ بندم که نمیدن چیه. صدایی کمه علی حواست باشه میدونم بازی یه دقیقه از شروع شده. امروز کلا جو یه جور دیگه است. جعفرزاده گل اول برای داماش. یک بخشی از جایگاه میهمان رو باز کردن که هواداری که جا نداشتن بتونن بشینن. نیمه اول تموم شد با برتری یکیش داماش. بازی خیلی هیجان انگیزی بود تا اینجا. دو تا تیر ما زدیم، دو تا تیر اونا زدن و ببینیم نیمه دوم چی.
آسیای آینده رو می‌بینیم. داماچی بودن میدونین چیه؟ ما یادمون نمیاد. تیم فارس جنوبی گل مساوی رو زد. یک مساوی فعلا. یعنی ما داستان داریم با این گل مساوی خوردن تو میدون. بدون ذکر منبع کپی نشد. مرسی. آماده 1 2 3 ایران آسیا فراتر از اون صحنه مشکوکی که هم اعتقاد به هم داشتن ولی آور نگرفت.
داستانیای خوبم. واقعا این هوادار واقعا باید بهش احترام گذاشت. واقعا داماش یه سرمایه‌ای رو داره که شاید 90% تیم‌ها تو لیگ یک ندارن. این هوادار اونجای جدول داماش رو به این شکل تشویق میکنه، واقعا ستودنیه. قبل از اینکه راجع به مسائل فنی رو صحبت کنم، تشکر ویژه داشتم از این هوادارهای پرشکوه که 90 خورده دقیقه بدون یک لحظه سکوت داماش رو تشویق کردن و انرژی که از سکوها وارد بدن تیم شد باعث شد که ما بارها بتونیم به لحاظ فنی تولید موقعیت کنیم. متاسفانه خب مربی‌ها تو ایران نمیتونن زیاد راجع به مسائل داوری صحبت کنن، که کاری مربیان نیست. اگه میشه یه تیم در عرض 7-8 هفته فقط مشکلات داوری، عدم تمرکز داوران در دقایق بازی مورد تیم داماش باشه، این داماش داره تو فوتبال ایران مظلوم واقع میشه. من اگه اومدم اینجا صحبت کنم فقط اومدم از حق برند داماش، اسم داماش، این هوادارایی که آروم و قرار نداشتن تو سکو دفاع کنم. این مردم رشت لیاقتشون این نیست که هر هفته یه دفعه بازی خیبرمون اتفاق میفته، یه دفعه بازی آستارامون اتفاق میفته. حالا ما هم جزء کادر فنی در اون بازی‌ها نبودیم، ولی این اتفاقات افتاد. هفته گذشته تو مثل شهر بابک و نباید شهر رشت و تیم داماش مظلوم واقع بشه. امروز داماش مظلوم واقع شد. بالای 60% گلایی که خوردیم رو علم تمرکز فرد بازیکن بوده که به مسائل بیرونی ربط پیدا می‌کنه. ما الان 48 ساعته به آرامش رسیدیم. گرچه من اصلا دنبال این نیستم که بگم آقای زحمتکش خدای نکرده کمکاری کرده، آقای نعیمی اومده. چیزی که در حال حاضر وجود داره آرامشی که وارد پیکره تیم داماش شده و شما در هفته‌های آینده اینو به شدت تو جریان بازی حس می‌کنید. آدم یه برد دیگر از دست دادیم پویه. ما الان بکنم 3 تا بازی نیمه اول مثلا جلو بودیم، نیمه دوم گل مساوی خوردیم. مس بود، خلیج فارس بود، عدم تمرکز در تمام چیزها به وجود اومده براش، از بدنسازی گرفته، از مشکلات در واقع مالکیتیش گرفته که حالا به گفته در واقع کمک آقای نظر محمدی امروز تو کنفرانس ما تازه 48 ساعت رنگ آرامش رو واقعا به خودمون دیدیم، خیالمون راحت شده، آرامش داریم. خودش حرفش مشخصه. آره. یه نفر آرامش رو گرفته بود. آره. یه تعویض در واقع نامطلوب هم داشتیم، البته خیلی اجباری طور بود دیگه. آزاد اومد بیرون، مثل اینکه مصدوم شد. آزاد خیلی به نظر من داشت خوب توپا رو جمع میکرد، حتی گل هم که زد خیلی خوب داشت اضافه میشد. بازی احیا شد. آره واقعا. ولی انقدر این داماش عجیب غریبه، آدم واقعا همیشه امیدواره. یعنی این دلیل این امیدوارن واقعا چیزی جز هوادار نیست. امروز شاهکار بودم، یعنی امروز من واقعا یاد بازی لیگ برترم بعد چندین سال که خودم روی سکو جایگاه اچ می نشستم. یه چیز حقیقتشو بگم، به نظر من اصلا هوادارهای داماش، تیکوسیا اینا از وقتی اتفاقا دیگه تو لیگ برتر نبودیم سطحشون بالاتر هم رفت. اصلا نظام میکردن که آقا این تیم، این هوادار واقعا عجیب غریبه. من برای دل من بهترین دنیاست، ولی تو ایران حداقل جزو 4 تا اولی بلا استثنا دم همشون گرم. امروز بی‌نظیر بودن تک تک اونایی که اومدن، فوق‌العاده بودن تک تک اونایی که اومدن. من به عنوان کسی که آرزو دارم دوباره بشینم رو سکوها، حدود بیش از 10 سال من روی سکونا نشستم. واقعا هر روز دلم تنگ، واقعا دمشون گرم، من درود به شرف تک تکشون. من خیلی کیف کردم امروز. ورزشگاه کیپ تا کیپ پر بود، خیلی ها سر پا واسطه بودن، ولی من همچنان نفهمیدم چرا اون سکوی اون انتهایی که از سمت نامجو میاد اونو چرا همچنان باز نمی‌کنن و این همه هوادار امروز سر پا واسطن. امیدوارم بازی بعدی که رسیدیم به حداقل اونجا بانوان رو بدن. آره، این که مشخص اگه بانوان را بیا، آقا جایگاه بانوان از آن گذاشته شده، ولی اگه اجازه ورود این عزیزان رو نمیدن، حداقل کسایی که اومدن بشینن اونجا.
بازیکن امروز خیلی ناراحت، حتی به خاطر اینکه بخوام برای آقای فرزانه فقیدم که برن تسلیت بگم نداشتن، اصلا از خجالت نمیتونستم برم، مخصوصا پژمان از فشاری که بهش اومده بود رگ سرش باد کرده بود، به خاطر همین واقعا نمیتونستم بمونه، واقعا من سرم داره واقعا میترکه. من به این تیم همچنان امیدوارم. فعلا الان یه دونه جای خالی داریم و به نظرم اون باید هرچی سریعتر پر بشه. نیم فصل میشه با جابجا کردن یکی دو نفر این جا رو پوشش داد. آرزو دارم دوباره بشنم. هر روز دلم تنگ. واقعا دمشون. هر روز دلم تنگ. واقعا دمشون.